دوستان، من محمد کاظمی نصر هستم، مدرس ریاضی و با حل سوال 155 آزمون 18 مهر قلمچی در خدمتتون هستیم. خب یه سوال گلابی دیگه داریم از این مبحث. ببینید گفته با توجه به گزینه‌ها کدام عبارت درست است. خب گفته تابع از بازه 1 تا مثبت بی‌نهایت، یعنی از اینجا تا مثبت بی‌نهایتی که این ور باشه، از اینجا تا مثبت بی‌نهایت، اینجا صعودی نیست. خب غلط کردی، این صعودیه. چرا؟ چون اینجا ثابته، اینجا هم داره زیاد میشه دیگه. در واقع تعریف صعودی بودن همین بود، هم باید ثابت باشه هم صعودی. خب این که میره. من اینو خط بزنم اگه اجازه بده. گزینه بعدی گفته دروازه منفی بی‌نهایت تا صفر، دروازه منفی بی‌نهایت یعنی اینجا تا صفر، تابع نزولیه. ببینید گفتن این حرف یکم سخته. چرا سخته؟ چون اینجا تابع شما یکم خرابکاری کرده. اینجا رو ببین، از بازه منفی بی‌نهایت تا 8 کم شده، حتی ثابته رو داره، ولی این نقطه‌ای که این بالا گذاشته این یکم منو داره آزار میده، یعنی این داره صعودی میشه اینجا تابع. ببین کم شده، اینجا صعودی شده، دوباره اینجا کم شده، پس این درست نیست. حواستون جمع باشه ها. حتی یه نقطه هم میتونه روند منو عوض کنه. اینم هست. گفته تابع در بازه منفی 8 تا 2، از منفی 8 ببین از اینجا تا 2 هم اینجاست دیگه، 2 هم اینجاست. تابع هم صعودی هم نزولی. ببین تابعی که هم صعودی هم نزولی یعنی تابع ثابته، یعنی اینجا این تابع ثابته. اما باز نگاه کن، این منفی 8 رو که بسته گذاشته اینجا، ببینی یعنی منفی 8 هم توش هست دیگه از اینجا. خب نه، این اومده کارمو خراب کرده. اگر اینجا تو پر بود درست بوده، ولی این یارو اومده کارمو چیکار کرده؟ خراب کرده. پس اینم جواب من نیست. من اینا رو پاک میکنم که جا داشته باشم بنویسم. پس این رفت، اینم رفت، اینم رفت. تابع دروازه، خب همینم میشه. تابع دروازه 4 تا مثبت بی‌نهایت یعنی از اینجا تا اینجا اکیداً یک نواست. درسته، اکیداً صعودیه که اکیداً صعودی اکیداً یک نوا میشه دیگه. گزینه 4 همین. خیلی ساده.